حاج احمد نیم نگاهی به ساعت دارد. وقت کم است. او دنبال راهی است تا قبل از تاریکی هوا نیروهایش را از این منطقه خلاص کند. ذهنش حسابی شلوغ شده و نمیتواند افکارش را جمع کند. آن سوی جاده دوستانش سرکرده کردها را دوره کرده و سعی دارند او را متقاعد کنند. نگاه احمد متوجه سردار جعفری می شود. فرماندهی ناآشنا در میان کردهای بارزانی. 6 کردان از نیروهای بارزانی بر فراز کوه سنگر گرفته و منتظر دستورند. سرکرده آنان خسته از این همه بلاتکلیفی به سمت سنگر بیسی می رود تا کسب تکلیف کند. برای اینکه حادثه رخ نده ما همینجوری ستون رو وارد منطقه پارتی نکنیم، گفتیم شاید هنوز اون مرکزیت پارتی به این نیروهای اینجا نگفته باشه. لذا من به اتفاق خدا رحمت کنه شهید سردار حنیف به یکی از برادرای دیگه اطلاعات قرار حمزه سوار یه ماشین شدیم و رفتیم به سمت اون مقر نیروهایی که مسئول حفاظت اینجا بودن مال پارتی. به محضی که ما رسیدیم پیاده شدیم از ماشین دیدیم آقا جمعیت زیادی از این کشمرگاه عراقی همون کردای بارزانی ریختن رو سر. کتکای مفصلی خوردیم. حالا معمولا من چون لباس کردی تنم بود و همه فکر میکنن اصلا من رهبر این قضایا بودم توشون، بیشتر من کتک خوردم. ما رو بردن هر شود که تو اون مقر خودشون یک زندان انفرادی بود، اونجا زندانی کردن، در قفل کردن 3 نفر من. خیلی جای به اصطلاح ناجوری هم بود و خیلی مخروبه و مخوف. خب تو این فکر بودیم آیه سردار جعفری هم هرچی میگو با من جعفری هم شما تماس بگیری، اونا منو میشناسن. آقای حنیف هرچی میخواست سردار جعفری معرفی کنه بابا این فرمانده قرارگاه مزانه اصلا برای پارتی خیلی خدمت کرده، کار کرده. گوش اونا بدهکار نبوده. هی کتک و اهانت و توهین. نگاه منتظر سردار کاظمی همچنان به انتهای جاده است. نه ماشینی می آید و نه می رود. 1 ساعتی است که از رفتن سردار جعفری و سردار حنیف می گذرد. اما هنوز خبری از آنها نیست. کم کم دارد نگران می شود. اما نباید کسی متوجه این نگرانی شود. حتی سردار مهتدی که سعی دارد نیروها را آرام نگاه دارد. اصلا اینقدرم دست پاچه بودن و هیجان زود فرستا میکردن، حرف اون گوش نمیکردن. خلاص ما 3 نفر رو گذاشتن کنار دیوار رو که تیربارون. خدا رحمت کنه شهید حنیف این ما رو که گذاشته بودن 3 نفرمون کنار دیوار، هی میرفت تو سینه اینا داد هوار میزد. منو معرفی میکردمش که میدونید مثلا دارید چیکار میکنید، این فلانیه، چیکار دارید میکنید اینا. تا اون دوباره مثلا برش میگردونم به دیوار که زودتری مثلا شروع بکنن مثلا تیربارون و اینا. یکیشون مثلا احتمالاً منو شناخته بود و اومده بود مثلا بین خودشون یه چیزی گفتن و که بعدا فهمیدم مثلا اون منو احتمالاً مثلا شناخته، نه اون که دقیق بشناسه، فقط گفت مثلا یکی از مسئولین ایرانیه نکنیم این کار. ما تو گوش اینه که می‌خواستن ما رو تیربارون کنن یه چیزی گفت و اینو بلند شد. تنها نگرانی سردار جعفری از این وضعیت سرنوشت نیروهایی است که در میان کوه و دشت انتظار بازگشتش را می‌کشند. اما او در این اتاق گیر افتاده. لحظات در این اتاق نیمه تاریک سخت و طولانی طی می‌شود و آرام آرام او را به روزهای آغازین این عملیات می‌کشند. درست 1 هفته قبل بود که داشت با سردار کاظمی روی چگونگی این عملیات بحث می‌کرد. عملیاتی محرمانه با نام بیت المقدس 4 که امروز آخرین مرحله آن به حساب می‌آید.
یک سالی است که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، اما کردستان همچنان ناآرام است. این روزها حزب دموکرات عملیات‌های خود را تا عمق شهرهای ایران گسترش داده و این موضوع صدای بسیاری از مردم و مسئولین را نیز درآورده است. حق هم دارد. این همه ناامنی تا کی ادامه خواهد داشت؟ بعد از انتفاضه شعبانیه و اون حوادث سال 1369 یا 1991 که در عراق انجام شد و حمله اول به کویت و جنگ اول خلیج فارس، قسمتی از کردستان، قسمتی از شمال عراق آزاد شد. توی یه قرارهایی که سازمان ملل گذاشت 2 مدار تعیین کرد در داخل عراق، یه مدار 36 درجه در شمال و یه مدار 32 درجه در جنوب، که این 2 مدار را منطقه پرواز ممنوع اعلام کردن و این 2 منطقه قرار بود که تحت کنترل نیروهای آمریکایی باشه. خب شرایط مساعد شد برای اینکه کردهای عراقی که در اراضی جمهوری اسلامی بودند، کردهای بارزانی، کردهایی که تابع اتحادیه میهنی بودند، به دلیل خلأ قدرتی که در عراق رخ داد شرایطی فراهم شد که اینا به داخل عراق برگردند. خب این وضعیت بود. از سوی دیگه هم ضد انقلاب احساس میکرد که کردستان عراق دست کردها افتاده، میتونه همین شرایط رو تو کردستان ایران با حمایت آمریکایی‌ها ایجاد کنه. ضد انقلاب شروع به یه تحرک بسیار گسترده در داخل ایران کرد. این تحرک گسترده از شمال آذربایجان غربی شامل شد تا نزدیک کرمانشاه. شایع شد که قرار یکی از شهرهای مرزی توسط این احزاب با حمایت آمریکا اشغال بشه. خب ارتباطاتی که وجود داشت اون زمان از طریق قرارگاه رمضان با گروه‌های عراقی و این گروه‌ها خب زمان جنگ مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن، ارتباطاتی داشتن و دوستان ما توی اونجا محسوب می‌شدن. قرار بر این شد که با اینها مذاکره بشه که جلوگیری بکنن از تردد ضد انقلاب به داخل کشور. تلاش به اصطلاح زیادی کردیم که کردها رو قانع بکنیم که بایستی در برابر به حاکمیت رسیدن در کردستان در قبال مرزهای خودشون میبایستی پاسخگو باشن. شورای فرماندهی کل سپاه که خواستار امنیت پایدار در منطقه کردستان است، به دنبال فرماندهی می‌گردند که آرامش را به مردم کرد بازگرداند. ماه‌ها طول می‌کشد تا آنها به نام سردار کاظمی برسند. آخرین روزهای سال 1371 است که قرارگاه حمزه فرمانده جدید خود را می‌شناسد. ضمن حرف خیر مقدم حضور سردار محترم فرمانده نیروی زمینی سپاه استعداد دارم از نیروی حاضر در میدان بازدید فرماید. سردار حاج احمد کاظمی. انشاءالله امروز که آغاز کار بنده در این منطقه هست، با روحیه بسیار شاد، انرژی الهی، همه به یاد خداوند متعال و ادامه راه شهدا آماده بشیم. انشاءالله که در راه هم موفق شیم. 1 سال است حاج احمد سراسر کردستان را طی کرده و با جغرافیای آن به خوبی آشناست. حالا او خوب می‌داند چگونه عرصه را بر ضد انقلاب تنگ کند. فرماندهان حزب دموکرات نیز راهی برای فرار از این تنگنا نمی‌یابند. اول اقدامی که شهید کاظمی انجام داد که خیلی هم تبعات داشتن برای ایشون، خیلی انگلت ها رو فراهم کرد و برخی از دوستان حتی همکارانش ایشون رو مورد نقد قرار دادن که این امنیت نسبی هم چه ایجاد شده، شما این رو ناپایدار کردید و با برداشتن تأمین جاده‌ای و فلان
شروع کردید، یعنی عملا منطقه را در اختیار ضد انقلاب قرار دادید، این اقدام جسورانه طلب میکرد که ایشون انجام داد. پایگاه ها رو کم کرد اما مستحکم کرد. دیگه ضد انقلاب نمیتونست به یه پایگاه 10 نفره ما حمله بکنه، یه 4 تا تلفات بگیره و بره. میگفت اگر به این پایگاه حمله کنم یعنی به 80 نفر حمله کردم. اینا خمپاره دارن، سلاح دارن، آموزش دیدن. تلفات اومد پایین. ضد انقلاب دید دستاوردی مثل قبلا نداره. تدبیر بعدی سردار کاظمی بمباران خانه امن دموکرات هاست. ضد انقلاب که همه چیز خود را در این بمباران ها از دست داده، چاره ای ندارد که تا عمق خاک کردستان عراق عقب بنشیند. کوه سنجر آخرین پناهگاه آنان به حساب می آید. این گله رو ارتش روسیه در واقع ارتش شوروی ساخته بود برای ارتش عراق. یه قلعه مستحکم از شما خدمتتون که به استعداد یک لشکر که اونجا همه امکانات و اینها داشتن. با توجه به اینکه ارتش عراق دیگه اینها را ترک کرده بود بعد از سال 1990 در واقع این رو در حوزه جلال طالبانی بود. اینو داده بودن به حزب منحل دموکرات. سه کیلومتری توی مرز پشت ارتفاعات قندیل. پشت ارتفاعات قندیل یعنی ما بالا ارتفاع میرفتیم و پایین بودم. برای خودشون میتونم بگم یه شهری درست کردن. تونل زده بودن، رادیوشون اونجا بود، دفتر سیاسی حزب دموکرات اونجا بود، مرکز آموزش اونجا بود، شورای رهبریشون اونجا بود، بعضن خونه‌های سازمانیشون اونجا قرار داشت، عرض کنم کمیسیون‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعیشون در اونجا حضور داشت، خبرنگاران از خارج به اونجا می‌بردن می‌دیدن، با افتخار از این منطقه یاد می‌کردن. اینو به حکم یک دژ تعریفش میکردن که کسی نمیتونه اینو به قول معروف تسخیر کنه. با این نگاه هست هر نیروی نظامیش هم میرفت میجنگید میومد اینجا استراحت میکرد. این اول برچیده شد. سردار کاظمی مطمئن است که عقب نشینی حزب دموکرات فقط عملیات‌های آنان را به تأخیر میاندازد. علاج واقعی نیست. تدبیری است برای فرسوده کردن تیم‌های عملیاتی آنان. ضد انقلاب مجبور است برای رسیدن به مرز راهی بس طولانی طی کند و عبور از این مسیر سخت او را آسیب پذیر می‌کند. من در اون زمان هم مسئول اطلاعات سپاه بودم، هم فرمانده قرارگاه رمضان. شهید کاظمی هم فرمانده قرارگاه حمزه بود. صحبت خیلی زیادی داشتیم با هم که چگونه میشه ما آرامش رو در کردستان ایجاد کنیم. هر مقدارم که ما به بدنه ضد انقلاب ضربه بزنیم بالاخره اینا این توانایی رو دارن که همون افرادی رو که از دست دادن مجددا جایگزین کنن و جوانهای مملکت رو فریب بدن، ببرن، تسلیح کنن، دوباره برگردن بیان. اونی هم که داره کشته میشه هر دو طرف ایرانی هستن. اول کارمون ضد انقلاب از قندیل روندیمش رفت عقب. تمام شد نشد، ضد انقلاب رفت عقب‌تر، یه شهر دیگه درست کرد، باز اومد داخل. پس این معنی ادامه امنیت پایدار نبود. امنیت پایدار از نگاه سردار کاظمی مفهوم گسترده‌ای دارد که زندگی در آرامش تنها بخشی از آن است. حاج احمد به روزهایی می‌اندیشد که کردستان مبدل به دروازه‌ای امن برای تجارت خواهد شد. روزهای شاد و آرام برای مردم این دیار که در سایه امنیت تحول اجتماعی و اقتصادیش رونق گیرد و این مهم زمانی محقق خواهد شد که ضد انقلاب سلاح خود را زمین بزند.
از آن زمان که سردار کاظمی فرماندهی این مناطق را بر عهده گرفته، تحرک دموکرات‌ها بسیار اندک شده. اما این به تنهایی کافی نیست. او به دنبال راهی است تا کار ضد انقلاب یکسره شود. روزها از پی هم می‌گذرد و حاج احمد طرح‌های زیادی را بررسی می‌کند، اما هیچ کدام قاطعیت لازم را ندارد، تا اینکه پس از ماه‌ها بحث و گفتگو راه را می‌یابد. عملیات بیت المقدس 4 از نگاه او این همان راهکار نهایی است. هدف این عملیات منطقه کوه سنجق در عمق 250 کیلومتری خاک کردستان عراق است. پس از انجام شناسایی‌های گسترده در منطقه کوه سنجق، همه چیز برای آغاز عملیات بیت المقدس 4 آماده می شود. اما قبل از هر تحرکی باید کردهای بارزانی و طالبانی در جریان این عملیات قرار بگیرند. چند تا مشکل جدی داشت. یه مشکل جدی این بود که این منطقه‌ای که قرار بود عملیات درش انجام بشه زیر نظر سازمان ملل بود. یعنی زیر نظر مثلا یه دولت نبود که ما بریم با اون دولت گفتگو بکنیم. بالاخره در دفاع مقدس درگیر بودیم با ارتش عراق، هر نوع عملیاتی میخواستیم انجام بدیم، ولی اینو داریم بعد از دفاع مقدس انجام میدیم. سازمان ملل آماده بود 60 کشور رو مأمور کرده بود که البته نمیخوام بگم همه این 60 کشور نیروی نظامی داشتن، اما مسئولیت‌های مختلفی داشتن. عمده نیروهای نظامی مال آمریکا و انگلیس بود. مرتب هم جنگنده های آمریکایی و انگلیسی بر فراز منطقه پرواز میکرد. از طرفی کار چون قرار بود بنا به تدبیر شهید کاظمی خیلی مقتدرانه و قوی انجام بشه، طبیعتا بنا نبود با یه تعداد محدود نیرو، اونم با شکل پوششی انجام بشه. قرار بود خیلی مقتدرانه یه حجم عظیمی نیرو و امکانات لشکرکشی کنن. این حجم نیرو رو با این نوع شکار و غافلگیری ببریم بالا سر دشمن باز نداشتیم. پس خود به خود یه استثناء میشه. بالاخره حضور آمریکایی‌ها اونجا و شرایطی که اون موقع وجود داشت خودش یکی از موانعی بود که بحث‌های خیلی زیادی روش انجام میشد که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و آمریکایی‌ها چه سیاستی رو ممکنه اتخاذ کنن. شامگاه 5 مرداد ماه 1375 است. یک گردان از پیشمرگان قرارگاه شهید کاوه بوکان همراه با 15 قبضه توپ و 10 قبضه کاتیوشا وارد مرز باشماق می شود. قرار است این واحد عملیاتی از طریق منطقه پنجبین عراق خود را به پادگان سلام رسانده و از آنجا راهی کوه سنجق شود. حرکت بعدی به اصطلاح با این تصور در واقع بود که مثل که یک یگانی یا یه نیروی از ارتش عراق داره جابجا میشه، چون دیگه ما داخل محدوده مرکزی عراق بودیم. مشکل خاصی تو مسیر نداشتیم، ولی اونجا که تقریبا به شب رسیدیم یه دری بود از جاده اصلی جدا شدیم که توپخانه بره اونجا و نیروها برن پایین. بعد اونجا یه ترافیک عظیمی شد، یعنی یهو دیدیم هرچی ماشین است اومد داخل دره، هم اتوبوس‌ها هم توپ‌ها هم مهمات. یه لحظه مثلا یه لرزه‌ای به جان من افتاد. گفتم خدایا الان اگر مثلا یه نفر ولو همه چی بگه مثلا هماهنگ شده باشه، یه نفر یه حزبی مثلا یه دونه آرپیچی بزنه بگه خب من خودم یه کاری بکنم، یه کار تکی، بعد همه بچه‌های ما میفتن به جانم، مثلا تو ماشینا چسبیده به هم داخل دره گیر کرده. بعد یه زود تماس گرفتیم، گفتیم آقا بچه‌ها رو، اونایی که اتوبوس هستن اونا رو پیاده کنید اینور اونور، هم پیاده برن هم یه نوع تامین باشن برای
اتوبوس ها. خیلی صحنه خاصی بود، به این معنا که نمیدونستیم فردا صبح چه اتفاقی میفته. همه برای این قضیه شک داشتن، همه نگران بودن، هر آن احتمال داشت این حالت شکننده باشه. شب از نیمه گذشته. سران حزب دموکرات که از حضور نیروهای ایرانی مطلع شدند، گروه‌های نظامی خود را به حالت آماده باش درآورده تا آماده عملیات شوند. تا اون لحظه ما رسیدیم رو حیب سلطان، محاصره کردیم، اینا متوجه شدن بله جمهوری اسلامی چیزی که گفته عملی کرده. تو اینجا اتفاق افتاد، بی سیمان ما روشن کردیم، دیدیم تمام نیروهای حزب آماده شدن بیان به ما حمله کنن. مدرسه توپخانه شب دیگه فکر کنم ساعت 1 نبود، بعد این چیز شد، شاید داخلشون افتاد که حزب امشب میخواد حمله کنه احتمالاً. بعد یه ولوله افتاد اونجا. دور بر این روستا هم ارتفاعات بود. ما رفتیم اونجا، گفتن به اصطلاح عملیات لو رفته، بعد شما هم در محاصره هستید. وقتی اینو گفتن شب خیلی تاریک بود، از یه طرف هم این شاب سنگی ها میومدن، تقریبا آدم احساس می‌کرد بعد دیگه اینها واقعا ما در محاصره هستیم. بعد اینها رو با آرپیجی اینها می‌زدن. ارزیابی سران دموکرات از موقعیتی که در آن گرفتار آمدند کاملا اشتباه است. خوشحالی اومد بریم. آقا پیشکش کنید. خوبه میری؟ دور خوش؟ گروه‌های شناسایی پس از بررسی منطقه به این نتیجه میرسند که حجم آتشبارهایی که مقر حزب را نشانه رفته‌اند بسیار گسترده است و تیم‌های عملیاتی توانایی مقابله با آنان را ندارند. فرماندهان ضد انقلاب که خود را در تنگنا می‌بینند به واحدهای عملیاتی دستور عقب نشینی می‌دهند. بخش عمده از خانه‌های سازمانی و مقر سیاسی حزب کنار یک روستایی بود که این روستا مسیحی نشین بود. ما هم تعهد کرده بودیم که هیچ گلوله هم روی روستا نیفته. سلیمانی و داردسته رو صدا کرد، رو نقشه اومد، گفت باید طوری عمل کنید که عاقبت خوبی از ما تو این منطقه گذاشته بشه، جا به جا بمونه، نه اینکه بگم ما آمدیم مردم رو زدیم. نمیخوام آقا بفهمم، همینجوری خط من آتشتو بذار اینجا، گلولهات اینجوری بزن، این فرصت رو بده. توپخانه ما اول قلعه رو نزدن، یعنی هدف این عملیات گرفتن تلفات نبود که ما بگیم تلفات وارد کنیم به ضد انقلاب. اونجا ما میخواستیم قدرت جمهوری اسلامی را اثبات بکنیم اونجا و این اقتدار را به اثبات برسانیم که ما توانایی این داریم که اینجا بیایم عملیات انجام بدیم. به مزارع مردم در گسترش توپخانه نباید آسیب برسه. اگر آسیب، برای همین میگم آخر دست که من گفت ببین مهمات یا چیزی به مزرعی چیزی سوخته ما پولش بدیم. عجیبه ها. عملیات شروع شد. نمیدونم چی دارم توی صحرا، چی دارم جمع و جور صدات نفهم نیست شریف معلوم میشه دیگه صدات بگوشم بفرمه شریف الله اکبر.
اولا توپامون خیلی توپای سنگینی بودن، توپای سدسی بودن که حدوداً 30 کیلومتر 27 کیلومتر الی 30 کیلومتر میتونستن شلیک بکنن. 16 قبضه به اعتقاد بنده 130 بود، بعد 10 قبضه کاتوشا بود، بعد 2 قبضه هم 240 بودن. بالاخره توپخانه کارش هضم آتشه. وقتی شما 3 گردان توپ و کاتوشا رو مروحه جمع بهش میدی، تمرکز آتششون رو میکنه برای یک نقطه، این خوب وحشتناک آتش اونجا. همزمان وقتی همه با هم شلیک بکنن جهنمی از آتش ایجاد میشه. این یک طرف قضیه بود. شهید کاظمی تا نتیجه نگیره ولکن ماجرا نیست. این دامنه شاید کشیده بشه به یه جای دیگه. یه جا مونده بودن این تیماشون، فرماندهشون بهشون دستور داد که بری یه ماشین تو فلان جا بیارید نه سوار کنی جا به جا بشن برن، یا اینکه مثلا بره فلان جا یه کمی آب بیاره برای نیروها. تو بیسیم ما داشتیم گوش میکردیم. حالا اسم حزب انقلاب هم اتفاقا هست، بعدا هم بررسی کردن، مسئولیتشون هم مشخصه. گفت که چیز کنیم، گفت هر کاری میکردن هیچ کدوم هیچ از بس وحشت کرده بودن، ترسیده بودن، قبول نمیکردن که مثلا یکی بره آب بیاره، که میگم آقا خودت بری، به من چه ربطی داره؟ من اصلا جرئت ندارم. نگاه کن پاسدارا دارن میان پایین، نگاه کن اینا دارن محاصرمون کردن، به خدا میدوزنمون میبرن. یعنی تو 250 کیلومتری بری یه کاری انجام بدی حزب انقلاب وحشت بکنه. سردار کاظمی برای کاهش تلفات نماینده انتخاب می‌کند تا رابط میان حزب دموکرات و قرارگاه حمزه باشد. مسئولیت این فرد ترغیب دموکرات‌ها به پذیرش صلح و زمین گذاشتن سلاح است. فؤاد معصوم که نماینده اتحادیه میهنی کردستان است، این مسئولیت را بر عهده دارد. او پس از پایان هر آتشباری سراغ سران حزب رفته تا از تصمیم آنان آگاه شود. ساعت 6 صبح که اجرای آتش شد، خب حزب منحله به UN به سازمان ملل شکایت کرد. رو اون ارتفاعات حیب سلطان به اتفاق شهید کاظمی و سردار مهرابی و اینا که با هم بودیم، اون بالا واسه منطقه رو میدیدیم که داره هدف قرار میگیره. نماینده سازمان ملل اومد و چه خبره، مثلا چیه این خانه فلان از ما به این دوستان اتحادی که ما بودن گفتیم برید بگید که ظاهرا ارتش عراقه. وقتی که ما می‌خواستیم وقت بگیریم تا اینا بخوام برام بررسی کنن، کارمون رو انجام بده. خب اینا هم رفت دیگه. رفت که برن به عراق اعتراض کنن چرا دارید آتش باری میکنید؟ چون نمی‌دونن آتش از کجا داره میاد. اول که اومدن مراجعه کردن. به خاطر که ما قبضه تو دره مخفی کرده بودیم، محل قبضه پیدا نبود، می‌دیدن که داره توپ میاد و مثلا موشک میاد. شهر کویسر و روستاهای اطراف. از اینجا کمیته مرکزی حزب دفتر سیاسی کلیه حیزه‌های مربوط به بیان و پیشوا و خونه‌های سازمانی و سامانند حزب دموکرات تحت کنترل ماست و دیروز در شدیدترین وضعی قرار داشتن، در بدترین وضعی قرار داشتن. آتش توپخانه اسلام اونها رو کاملا منفعل کرد و تلفات زیادی هم بده. انشاءالله این روز هم منتظر دستور هستیم. الان همه برادران آماده هستن، چه پیاده چه توپخانه چه ادوات، همه
آماده هستم و یورش نهایی رو به ضد انقلاب اسلام دارن تخلیه میکنن دیگه. الان دارن تخلیه میکنن از طرف حمله دیروزی دارن تخلیه میکنن. کاری شده اون اصطلاح آمار دقیق که امروز صبح به ما گفتن. ماشینش هم که همه ترکیش اینا خوره. تمام ساختمانشون منهدم شده. یعنی خود این رفقامون که رفتن اون تو قرارداد نمیشن هیچ ساختمانی نیست که گلو خورده. تمام ماشیناشون کامیوناشون همه منهدم شده و الان آمدن از تو شهر ماشین گرفتن که دارن وسایلشون رو میبرن. آمار کشته هاشون هم چیزی که قطعیه 18 نفر کشته شدن، 18 نفر کشته شدن قطعا و آمار مجروحاشون مشخص نیست. یعنی که منتقل کردن دارن اینا و محل اصلیشون هم دیگه کاملا الان داره تقلیم میشه که بعدا انشالله به اشغال خودمون در میاد. یک شنبه هفته 5 خب آتش بس شده با بدن که آتش بس منتظر میدید چی میشه. ما گفتیم که باید کتباً بنویسید که دیگه به هیچ وجه وارد خاک ایران نباید بشید و هر گونه فعالیتی در خاک ایران منجر به نقض عهدتون خواهد شد. کلاً باید ترددتون به خاک ایران متوقف بشه. ضد انقلاب اونجا متوجه شد که قطعاً اون 30 ساعتی هم که مقاومت کرد انتظار داشت از اونا کمکی بیاد، یعنی انتظار کمک از بیگانه ها رو داشت، ولی نهایتا متوجه شد نه اصلا اینجا دیگه جایی نیست کسی به داد اینا برسه. بازم وابستگیش به بیگانه ها جواب نداد، مجبور شد که قبول کنه اون تعهداتی که باید به جمهوری اسلامی میداد و متعهد شد. اونو نهایتا کتباً نوشتند که الان سندش تو سپاه هست و آیه مصطفی هجری که اون موقع جانشین دبیرکل بود، چون خود دبیرکل نبود که الان خودش دبیرکل هست، ایشو امضا کرد، مهر کرد و اینو فرستاد برای ما. یعنی تاریخش هم 11 مرداد 1375. توی بیان جمله اولش این بود، یعنی جمله اول این بود که به دنبال گلوله باران سپاه پاسداران بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات توافق شد که از این به بعد حزب دموکرات از اعزام تیم‌ها به داخل ایران جلوگیری بکنه، تیم‌هایی که به داخل ایران فرستاده فراخوانی بکنه و موضوع خروج از فاز نظامی یا از عملیات نظامی رو در کنگره یا پلونوم بعدیشان مورد بررسی قرار بدن. نیروها آماده بازگشت می شوند. در این میان سردار جعفری به وضوح شادمانی را در چهره حاج احمد می بیند. او خوب می داند که رضایت سردار کاظمی تنها به خاطر موفقیت در عملیات نیست، بلکه نمایش اقتدار نظام است که او را راضی ساخته. حزب دموکرات بعد از آن شکست سنگین متعهد می شود
که سلاحش را زمین گذارده و وارد فاز سیاسی شود. برگشت تا خاکمون. این یه عملیاته. برای سردار کاظمی چون یه فرماندهی بود میخواست تلفات نده، اینو یه عملیات فرض کرد. تو تر ممکنه ننوشته باشه، نوشته بودن برگشت، اما من بهش میگم عملیات، چون حرصی که کاظمی خورد سر برگشت من میفهمدم. شاید کاظمی بعد از اینکه ما عملیات رو با موفقیت انجام داده بودیم، هنوز جمع‌بندی نشده بود، اومد اونجا گفت علی اکبر جمع کنید برید. حتی ازش بود اینجا منطقه کجاست؟ از نگهداری بود؟ از اینجا بیا بیا. ای که عایره تنی تو دادید. مصاحبه کیه کجاست؟ یاره سوری چون میده چک. یاره دوری باریسانی که دوری باریسانی. کالاوه. دوری باریسانی. گوندی کالاوه. خب بگو سوال کن جواب. روستای طلبه است. صحابه کنه. کالاوه. نه کیه؟ طلبه کیه؟ یاره سر به دوری باریسان، سر به ناحیه خلیفان. سر به منطقه خلیفان و دره بادیسنده. شهرهای جلوتر کجا میره اینا؟ الان چه شهری همون 2 کیلومتر کنار 3 کیلومتر دیگه به خلیفان منطقه که پارتی ها؟ تشریف قسمت پارتی. منطقه پارتی میرسیم. دوی خلیفان چی؟ دوی خلیفان رو با رواندوز و حریر بکنیم. بعد میریم حریر، بعد رواندوز، بعد حریر و دیانه. یه سالی در تپوس. او شاخه نیویچی و کیو؟ او سرباری خلیج داره. سرباری خلیج. حتی اون تو مدر بهشی و او کیا اونها کورش داره و چای کورش داره. یعنی چی؟ او چای که با خود چای کورش داره. او برجکی چیه؟ برجکه و مقصد فلچی کشی ساکر لجه صدمی حکومتی بحث. استویرم به سینما و بس هیکل خیمه. قبلا رادار بوده. رژیم بحث اونجا مستقل بوده. الان چی دست که؟ الان دست کیه؟ دست پارتیه. دست پارتیه و نگهبان دیه؟ آره نگهبان دیه. چقدر فاصله است اینجا؟ چند فاصله تایره؟ تایره چند فاصله هست؟ دیره نوی؟ والله. تقریبا 6 کیلومتر. دوید چی رگای به خلیفانه بود؟ 4 کیلومتر. به خلیفانه بود. تشکر. ستون نظامی در حال بازگشت به سمت مرزهای ایران است، اما تغییر مسیر برای عبور از محدوده بارزانی‌ها همه را نگران کرده. سردار کاظمی که جلودار این ستون نظامی است، چشم به جاده دوخته و در ذهن اتفاقاتی را مرور می‌کند که ممکن است در پیش باشد. لحظاتی بعد آن اتفاق ناخوشایند رخ می‌یابد. 6 گردان از کردهای بارزانی بر فراز خنده مستقر شده و نیروهای حاج احمد محاصره.
تقریبا ساعت 5-6 بعد از ظهر که به منطقه بارزانی رسیدیم. سر ستون ما داشتیم با شهید کاظمی حرکت میکردیم و قوا هم دنبال ما در جاده داشت در حال حرکت بود. نیروهای بارزانی در یک تنگه‌ای که داشتیم عبور میکردیم از 3 طرف ما رو محاصره کردن. سردار کاظمی خشمگین است. او قاطعانه انگشت تهدید را به سمت بارزانی نشانه رفته و فریاد میزند که نان آنان را آجر خواهد کرد و به محض ورود به ایران تمام دفاتر سیاسی حزب را خواهد. حواست رو همچون دروغکی به اون رفیقت همچون دست دادم همچون دروغکی ها میشنیدی؟ ببینم باشم بگو این آقا جان آمد دروغکی ها همچون دستش پلیس نداره من سیاد بزن نه نزن با دست با دست سنگرها نشون بده رشته بدن بده یه عوضی بدن یاد ماشین سربته نلم علکی با دست دیگری فقط حالا شش گردان نیرو که کنار جاده اسلحه ها رو مسلح کردن و آماده شلیک هستن. حاج احمد همچنان چشم به راه است. حالا او مطمئن می شود که برای سردار جعفری و سردار حنیف مشکلی پیش آمده. این فکر که آنان گرفتار شدند سردار را راحت نمی‌گذارد. به همین دلیل مسئولیت ستون نظامی را به سردار مهتدی سپرده و خود به سمت مقر بارزانی ها حرکت می‌کند. دیگه ما تو فکر بودیم که رفتیم تمام شده. دیدیم حاج احمد اومد و گفت بچه‌ها من میخوام بیای بریم، نمیخوام از اینجا برم. گفتیم ما محترمانه بازداشتیم، کجا میخوای بریم؟ خب ما هم که از شب قبل نخوابیدیم و این عملیات از صبح خیلی خسته کوفته و برخورده. بعد اینا خیلی معلوم بود قیافه من مثلا من نمیدونستم، بعد خودش گفت خسته و به هم ریخته شده و اینا. معلومه که وقتی مثلا این منو دید مثلا اینقدر عصبانی شد، مثلا من تو وضعیتی هستم و اینا، از نظر عاطفی خیلی برافروخته شد و یادم نمیره این مثلا قفل دری که من توش قفل آویز بود گرفته بود، پاشو محکم میزد به این دره، به اینا به اصطلاح فحش میداد به همین کردایی که ما رو زندانی کرده بودن که یاله در باز کن. حنیف کو سردار بفرست برای جلو. حنیف کو حنیف ایره کردستان ایره پارتی داره بالا بس ایره شلونی دیکنیه بصراحة يعني شو كل يوم بكردك سكة يعني يا أخي ما بتقول أمر بالمني أمر لا أوائل كلام من هذا أمر كيسير كيسكلنا بالكلام بالله ده مش احترامي شام بالله احترامي بس كده عكس بردارينا نمیشه بابا نمیشه ما سیاست کردیم ما میدونیم دنیا چیست ما همینطور مسئول داریم اونجا کردستان عراق است ما اونجا پارتی مسئول است از اونجا با اتفاق میان سرچشم با اتفاق بدون اتفاق شما چیزی نیستن
ما شما نمی‌ناسین. اگر برگه بیارن چشم بس مش ضد انقلابی هستن شما چیزی ما شما را نمی‌شناسم. مکتبی سیاسی برن سرچشم عکس برداری نمی‌کنن یک چیزی نمی‌کنن شما مهمانن سرچشم ما. شما چرا نیروی پیچی اینجا؟ یعنی مهمان دوستی خوبه بدونم چیزه چیه؟ از کجا خطر داره؟ از بلش از اونجا اگه یه چی دارن کردی میدوند بابا کردی برای ما صحبت برگشتن شما خاموش این فیلم را در کن خاموش اونجا ممنوعه خاموش خوب انجور کن ما دیدیم یارو که میگم کمی عاقل تر بود اسم صدر کاظمی شنیده بود، اقتدارش و تواناییش و مدیریتاش و همه ایناشو شنیده بود که چجور آدمیه. هی میگفت جناب صدر کاظمی جناب صدر کاظمی. من ازت خواهش میکنم شما عصبانی نشو. تو این فاصله هم که گذشته بود اینا با مرکزیت خودشون تماس گرفته بودن، نهایتا به اینا گفته بودن که اینا رو آزاد کنید ولی حق ندارن از این مسیر عبور کنن. یکی دو نفرشون خیلی اهانت کردن که هی کردی فوش میدادن، معمولا میرم حالی میشد. من یکیشونو کشیدم کنار گفتم بالاخره دنیا همینجوری نمیشه، شما هم راحت میفته پیش ما. حالا واقعیت این بود که ما نگران ستون بودیم، داره شب شده حادثه تو اینا توی دره وایستادن و ممکنه حادثه اتفاق بیفته و اینا. اینجوری زد رو شونش گفت کا حسین به جای هر سیلی که به این بچهای من زدید 100 نفر ازتون میکشم. من تا فردا بهتون مهلت میدم اینجا رو خالی کنید. این طوق دشمن سپاه پنجمشون حداقل 2-3 هزار نفری نیرو داشتن، همه جمع شده بودن دیگه. ما هم تو این وسط مونده بودیم، بعضی اسلحه کشیده بودن خب بکشنمون. حاج احمد کاظمی با اقتدار داره این حرفو میزنه تو صف دشمن. از آن روز به بعد سیاستگذاری قرارگاه حمزه و قرارگاه رمضان به نفع اتحادیه میهنی تغییر جهت میدن و این چرخش برای مسئول واعظانی بسیار